سلام بچه‌ها، من کیانام، 22 سالمه و سال 5 پزشکیم و از 7 ماه بخش رفتن بالاخره یه تعطیل بزرگ داریم و از اونجایی که من هیچ ایده‌ای ندارم که باید با وقت آزادم چیکار کنم، سعی می‌کنم که یه سری وظایفی که خیلی وقت عقب انداختم رو انجام بدم. من الان باید برم آزمایش بدم، چون توی آزمایشم آزمایشی هستن که باید ناشتا باشی، میتونم چیزی بخورم. الان من فقط با این قیافه برم آزمایشگاه. این لیست آزمایشی که باید برش ناشتا باشین. آره فینن. من صبحونم خوردم، بعد کلی منتظر موندم که خونه کسی نباشه و بیرون کردم همه از خونه. الان پیانو تمرین کنم، بعدش باید برم یه ویدیو ضبط کنم. من الان ویدیومو گرفتم، میخوام برم نهار آماده کنم و اصلا حوصله نداشتم، یعنی میخواستم کلا بیخیال شم. خیلی وقت برای خودم آشپزی نکردم ولی دیگه فکر کنم وقتشه. از غذای بیرون زدم و تصمیم دارم که واقعا دیگه کم کم شروع کنم برای خودم آشپزی کنم و کم کم دیگه غذا سلف هم نخورم. مثلا امروز اولین شایم سری مرغ خیلی رنگ پریده دارم الان. I don't know، حتی نمیدونم آیا اینو فیلن استخون نداره و کار باش راحت. آخر ساله و من تازه شروع کردم به تعطیلات، یعنی جمعه کلا درگیر ویدیو بودم، شنبه بعد میرفتم بیرون و امروز واقعا اولین روزیه که مال خودمه. میخوام شروع کنم به اینکه جمع جور کنم زندگیمو. برای من اینجوریه که وقتی که دیگه درگیر بخش و دانشگاه اینا میشم، کل زندگیم شروع میکنه به هم ریختن، مخصوصا هفته آخر بخش، چون از 2 ماه پیش تا شهریور سال دیگه بخشم همشون یه ماه هست. باعث میشه که همه کلا فشار امتحان و کارا و اینا همشون توی یه هفته آخر بیفته، با اینکه من کل مدت خوندم ولی یه هفته آخر به خاطر فشاری که باعث میشه زندگیم کلا اصلا بپاشه. اتاقم نامرتب، رژیم غذاییم افتضاح، فقط تقریبا غذای بیرون، فقط غذا سلف دارم و فقط برای وعده ناهارم هست. پس من همه شامام میشه وعده بیرون. امروز میخوام زندگیم جمع کنم و فردا و هر چقدر که طول بکشه. امروز فقط همینقدر نزدیک بودم که کلا هیچ کاری نکنم و بشینم سریالمو ببینم، چون همون همجوریم که درگیری یک درس و امتحان و اینایی میگیم که فقط تعطیل شه. من کلی کار میکنم، میرم میدوام، برنامه میریزم، میرم مسافرت دارم اینا و آخرش هم وقتی که وقت تعطیلات میشه خسته از نظر فکری، کاری نکردن جذابتره. استرس برنامه ریزی برای تفریحات سخته که آدم کل تعطیلاتش تو سخت تعطیلاتش میره به سریال دیدن و به خودت میبینی هیچ کاری نکردی و حالت هم خوب نیست. و من وقتی که این تابستون رفتم یه مسافرتی که استراحتم اینجوری نبود که رو تخت باشم، استراحتم اینجوری بودش که میرفتم جای مختلف، کارهای مختلف میکردم، تجربه جدید میداشتم. فهمیدم که اون استراحته که تاثیرش رو میذاره رو روح و روانم، نه از صبح تا شب روی تخت بودن و سریال دیدن. نمیدونم قراره اینو چجوری بدون مسافرت رفتن انجام بدم، ولی فکر میکنم هممون درگیر یه مشکل خیلی ثابتیم. به خاطر اینکه استقلال مالی چندانی نداریم، خودمون فعلا نمیتونیم به مسافرت، واسه همین با راه‌ها یاد بگیریم که بدون مسافرت بتونیم حال روحیمون رو خوب کنیم. دونم کل رمزیان داره جا جمع میکنه، چون که اندازه های پیازم یکی انقدیه و یکی انقدی. هوا خیلی خوب شده، اصلا من عاشق این هوام، عاشق اینم که بهار داره برمیگرده. بهتون نمیده بودم بچه‌ها، اگه حالتون بد بوده تو پاییز زمستون، بهار خیلی وقت خوبیه برای اینکه افسردگی آدم شستشه بره. من واقعا تفاوت خودمو، یعنی کیانای بهار تابستون با کیانای پاییز زمستون خیلی متفاوته. من مطمئنم که قراره خیلی 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 سال خوبی باشه، که قراره خیلی حالمون خوب باشه تو بهار تابستون. این حس خوبی دارم، تغییری اتفاق بیفته تو زندگیمون.
من واقعا این حسو دارم. واقعا بس تجربه میگم که بهار خیلی فرصت‌های زیادی رو جلوی آدم باز میکنه. پس الان من تبریک میگم از اینکه تونستیم پاییز و زمستون تحمل کنیم و الان داریم میرسیم به بهار. سال برای من سال خوبی بود، یعنی خیلی باعث شد رشد کنم، خیلی باعث شد تغییر کنم. واقعا در اوج ناامیدی سال قبلش امسال برای من سال خوبی بود. هنوز خیلی اشتباه دارم، خیلی جای رشد دارم، ولی بهار خیلی خوبه. اوکی، برنج رو گذاشتیم، مرغ رو گذاشتیم، الان بریم یکم اتاق مرتب کنیم. همینطور که داریم میبینیم اتاقم خیلی وحشتناکه، بریم مرتبش کنیم. بس سعی کنید در کاری که من 6-7 ماه بخش بودم و سعی میکنم که هر 1-2 هفته یه بار مرتبش کنم. همشون به همین خط میشد. یادتونه بهتون گفتم که همیشه مشکل اصلیمون اینه که اینکه تنبل باشیم، ما نمیدونیم چجوری باید کار رو انجام بدیم، واسه همینه که این کار رو انجام نمیدیم. و اتاق مرتب کردن یکی از این چیزا بود که من اصلا نمیدونستم با چه مرتب کنم. یه بار خواهرم خیلی ساده استپ‌های ساده که خودش اونقاش مرتب میکنه رو بهم گفت و از اون موقع خیلی برام ممکن‌تر شده اتاق مرتب کردن. همین اولین استپش اینه که لباسا رو که بزرگترین قسمت اتاق و نامرتب بودن اونه رو جمع کنیم. خیلی کمک میکنه. من دارم سعی کنم کل اتاق رو از لباس جمع کنم و این قرار خیلی طول بکشه. چون من فهمیدم که خیلی اینکه زیر آفتابم رو دوست دارم. هر روز صبح هم میره دیگه، وقتی بیمارستانم فقط توی ساختمونم و الان که زیر نور خورشید زیر پنجرم اصلا این حسش معرکه است. نمیتونم براتون توضیح بدم که چقدر خوبه تو صبحها با خیال راحت آشپزی کردن و اصلا خیلی حالا خوبیه. میخوام کت مورد علاقه‌ام بهتون معرفی کنم. این کت کتونه که احساس میکنم که واقعا پرفکت ترین کت کتون ممکنه. الان چون چند وقت نپوشیدمش خیلی چروک شده و یه سری لکه‌هایی داره که باید بشورمش، ولی اینو از شمال گرفتم، از یه مغازه‌ای بودش که یعنی اساس مثل مردونش و رنگش رنگ کرمش از من پرفکته. بعد حالت قدش بهترین چیزی که دارم. اینو حتی وقتی که پیرزن شدم I'm sorry but you have to see me in this. که به میزان زیادی خلوت شده اینجا. دوم اینه که از یه گوشه شروع کنی و اینجوری حرکت کنی، شروع کنی مرتب کردن. اینجا اون کاتگوری وسایلمون مهم نیست، هر چی وسیله باشه باید بذاریم سر جاش از یه گوشه، نه اینکه همش یکی برمی و یکی برمون بر. I walk by the cafe that you always go to. Don't know why. Was hoping that I'd make me bumping to you and your friends, and we could pretend this is the first time. And if I'm being honest. همونطور که می‌بینید اتاقم به میزان زیادی تمیز شده. آره فقط جارو و گردگیریش مونده که اون رو بعد از نهار انجام میدم. مهمترین چیز اینه که هیچ وقت پرفکشنیست نباشین راجع به مرتب کردن اتاقتون، که یکی از علتایی که آدم مرتب نمیکنه اینه که میگه که نه یه روز کاملا خالی باشه که من با حوصله همه جا رو تمیز کنم، ولی که اصلا تو مثلا زیر اون گوشه اونجا چی کار داری؟ Still I find a sign reminding me of you. حال من هر سبو جورو کردم. Lying back to back in someone else's bed, but I can never seem to get you out my head. What do I you're pulling me out, can't get you out of my head. Pulling me out.
خریدم. یه دونه ظرف بزرگ برای کاهوام، یه دونه ظرف برای میوه ها، تا ظرف سایز 1 و 1 لیتر، 3 تا ظرف مربعی هم با سایز 1 و 2 لیتر، یک اسپری روغن و مهمترین چیز که دونه خوش کنه سبزیجات. اینو واقعا برای جلو خودم خریدم. سبزیجات اصلا نمیخورم، یعنی مثلا در ماه شاید یه بار که سلف سالاد بده. من تنها سبزی که دوست دارم کاهوه و مشکلم با کاهو اینه که خوب نمیمونه. کاری که میتونی بکنی اینه که خوش کنی و بذاری لای پارچه و بعد بذاری توی ظرف محکم و تا 4-5 روز میتونه برات بمونه. و همه اینا خیلی گرون شد. من تا حالا هیچ وقت برای خودم ظرف نخریده بودم. خونم ظرف درست حسابی نداشتیم. باز هم واقعا ارزش داره. داشت که من سرمایه گذاری کردم که این ظرفا رو خریدم و منم دیگه سلامتیمو دارم سرمایه گذاری میکنم که اینا رو خریدم. فکر نمی‌کردم لوازم پلاستیکی باعث خوشحالی میشن، ولی مسکه دیگه واقعا شیر شدم. اینم از امروز من. اگه این ویدیو دوست داشتین لطفاً لایک و سابسکرایب کنین. مرسی که تا اینجا همراهم بودین. فعلا.